الله أكبر الله أكبر. إذا ذكرت منازل سادتي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه در مجموعة الفتاوا مجله 12 صفحه 335 میگویند الکفر عدم الایمان بالله و رسوله. کفر این ایمان نداشتن به الله و رسول است. کان معه تکذیب او لم یکن معه تکذیب. فرق ندارد که با همراهی این باور نداشتن یا عدم ایمان به ایمان بودن تکذیب هست یا تکذیب با همراهش نیست. یعنی هر کسی که به الله سبحانه و تعالی و به رسولش ایمان نآورد این کافر است. فرق ندارد که این الله را دروغ می شمارد یا که دروغ نمی شمارد. یک نفر به مثال بگوید که من میدانم که الله وجود دارد، من میدانم که رسول الله پیامبر است، اما من ایمان نمی آورم. ایمان نمی آورم معنیش این است که اطاعت نمی کنم، گفته های اونها را تصدیق نمی کنم، اما دروغ نمی شمارم. بودنش صحیح است اما قبول نمی کنم. بگوید در این حالت این کافر است. این معنای سخن شیخ الاسلام تیمیه است. الکفر عدم الایمان بالله و رسوله. کفر ایمان نآوردن به الله و رسول است. فرقی ندارد که با همراهی ایمان نآوردن تکذیب دروغ شماریدن شما وجود دارد یا ندارد. بل شك وريب وإعراض عن هذا حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. بلکه شک کردن، ریب هم یک نمود شک است. شک و شبهه کردن، اعراض و روی گردانیدن به سبب حسد کردن و کبر کردن یا که پیرو شدن به هوا و هوسی به کسای، این هم کفر است. یعنی به دین شک بکنید، به پیامبر و الله و رسولش و به مسائل دینی شک بکنید، شبهه بکنید، روی گردانید. سبب شک کردنتان، شبهه کردنتان، روی گردانیدنتان حسد باشد یا که کبر و غرور و متکبری باشد یا به یگان رئیس و با یگان ارباب و رهبان اگر پیروی بشوید، سببش این باشد، هم این کفر است. و این چنین این سخن رد بر مرجعه های عصر حاضر که میگویند کفر فقط این تکذیب است و جحود است، که این غلط است و این معنای مرجعه داده است. مدامة ما أنعما شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحياة.